اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. از این آیت به بعد گروه سومی از مردم ذکر میشه. گروه اول متقین ذکر شد، گروه دوم کفار ذکر شد و گروه اول و دوم همه از اینها حالتی ظاهری و باطنیشان واضح بود. مسلمان ها به زبان و به دل مسلمان هستند، اقرار دارن و به دل هم تصدیق دارن، صفاتشان ذکر شد. کفار به زبان و به دل هر دو کافر هستند، واضح صفاتی از اینها هم ذکر شد. گروه سوم گروه خطرناک هستند، زبانشان مخالفی دلشان است. اینا را گفته میشه منافق و اینها در جامعه ضرری بسیار خطرناک دارن از کفاری که زبان و دلشان یک چیز است. با او خاطر اوصافی از اینها در سوره زیاد ذکر میشه نسبت به مسلمان ها و نسبت به کفار، چون حالتی از اینها حالتی مجهول است، واضح نیست و در سوره های دیگری هم بسیار زیاد از اوصافی از اینها ذکر میشه و سوره مستقل هم برای به نام المنافقون، سوره المنافقون، در اوصافی از اینها، در خبثی از اینها نازل شده. می فرماید الله تعالی و من الناس، و بعضی از مردم، من یقول، شخصی است که می گوید آمنا بالله و بالیوم الاخر، ایمان آوردیم به الله و به روز آخرت، و ما هم بمؤمنین، و در حقیقت اینها مؤمن نیستند. چرا؟ به خاطر چی زبان یک چیز است و دل چیزی دیگری؟ به خاطر چی میگن آمنا بالله و بالیوم الاخر؟ به خاطری که مصالح دارن، مصالح نفسشان است، خونشان است، مالشان است، زندگیشان است، آبرو عزتشان است، اولادشان است. این چیزا را رعایت کرده میگویند که به الله و به روز آخرت ایمان داریم. این ایمان سپر قرار میدهند برای حفاظت جان و مال و زندگی خود. و در حقیقتشان چی است؟ در باطن الله خبر میدهد که و ما هم بمؤمنین، در حقیقت اینا مؤمن نیستند، دروغ میگن، باطنشان مخالفی زبانشان است. صفت دیگرشان الله تعالی ذکر میکنند یخادعون الله، اینا به گمانشان الله را فریب دادن به می اظهاری ایمانشان. والذین آمنوا، و همچنان گمان دارن که ما مؤمنین را فریب دادیم. یعنی نزد مسلمان ها میاییم اقرار میکنیم که ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم، به الله و روز آخرت ایمان داریم. به این مصالحی که دارن از طریق مسلمان ها و مصالح را بر آورده میکنن، با گمانشان که ما اینها را، مردم های ساده است، فریب دادیم. نعوذ بالله، الله را فریب دادیم. و در حقیقت و ما یخدعون الا انفسهم، اینها فریب ندادن مگر نفسهای خدا. نتیجه بدی فریبی خدا که گمان کردن در دنیا که ما الله و رسول و مسلمان ها را فریب دادیم، نتیجه بدی فریب خدا در آخرت میبینن و در حقیقت نفس خدا در دنیا فریب دادن و ما یشعرون، به همی شعورم ندارن. ای که نفس خدا فریب داده به این شعور نداره که عاقبت بدی ازی روز قیامت من میرم تحترین جا برای منافق است. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. باز او روز میدانه که فریب الله و رسول و مسلمان ها را دادم یا این که نفس خدا فریب دادم. فی قلوبهم مرض، در قلب های از اینها مرض است. مرضی چی؟ مرضی کفر، مرضی شرک، مرضی نفاق، مرضی شک. همه امراض دل منافق است. و همچنان مرضی فساد. منافق مفسدین از مفسدین روی زمین هستند. پس آن در اوصافشان میگه که اینا مفسد هستند. مرضی فساد هم در قلبشان. فزادهم الله مرضا، پس اینها مردمای فساد پیشه هستند، الله مرض در دل از اینها بیشتر کرد، اسبابی را برشان مهیا کرد که
مرض در دل از اینها بیشتر اوج پیدا کنه. ولهم عذاب علیم، برای از اینها عذابی دردناک است در آخرت. به خاطر چی؟ بما کانوا یکذبون، به سبب آنچه که اینها تکذیب میکردن به دلشان. به زبان خو اقرار میکردن لکن به دل تکذیب میکردن الله و رسوله. دیگر صفتشان الله تعالی بیان میکنه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی که یک ناصح و خیرخواه احوالی از اینها را دانسته اینها را بگوید که فساد نکنین در روی زمین، فساد اسرار مسلمان ها را به کفار نبرین، همراه کفار موالات و دوستی نکنید و همچنان فساد در میان مسلمان ها، صف مسلمان ها را پاره نکنید و تفرقه در میان مسلمان ها نیارید. باز در جواب چی میگن؟ قالوا انما نحن مصلحون، میگن یقینا ما هستیم مصلحین در روی زمین، ما اصلاح کار هستیم. در حقیقت کسایی که اصلاح میاره ما هستیم. گویا این که این طرف هم میخوایم که اینا هم صفی از اینها هم درست کنیم و صفی کفار هم، هر دو طرف گپ میتیم و هر دو طرف بینشان یعنی با هر دو طرف ارتباط داریم و ایره گمان خودشان اصلاح فکر میکنن. ولی الله تعالی شاهدی میده که نه، اینها مفسدین هستند در حقیقت. الا انهم هم المفسدون، آگاه باشید یقینا همینها مفسد هستند، مفسدی حقیقی همین هستند. ولکن لا یشعرون، لیکن به می فساد خود شعور ندارن، حس ندارن، درک نمیکنن فساد خود. فساد میکنن و از فساد خود اصلاح جلوه میدهن. و این طبقه مردم بدترین از مردم است که در روی زمین فساد میکنن، کارهای خلاف شرع میکنن و تفریقه در میان مسلمان ها میارن و همچنان صفش واضح و معلوم نیست، نه کافری درست است نه مسلمانی درست است و باز فکر میکنه که روشن فکرها ما هستیم، مردم هایی که حقایق درست فهمیده ما هستیم و این مردم هایی که یک طرف قرار دارن یا کافر یا اینکه مسلمان سچه، اینها در حقیقت مردم هستن که هیچ حقایق درک نکردن، ولی در حقیقت این بیچاره خودش به می فساد خودش شعور نداره، احساس نداره که این کار ما فساد است. دیگر از اوصاف منافقین در آیات بعدی انشاءالله بیان میکنم.